به نام خدای مهربان. سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امید که صحتمند باشین. هفته قبل پیرامون کتاب هفت عادت مردمان موثر با هم به عنوان مقدمه بعضی نکات بحث کردیم و بعضی واژه ها رو هم بیشتر شکافتیم، مانند منش یا کرکتر، شخصیت یا پرسونالیتی، و همچنین گفتیم که نظر آقای استیون کاوی بود که برای از اینکه ما انسان موفق و موثر بشیم باید توجه ما به کرکتر یا منش باشه و همون ویژگی های را در واقع در لایه‌های اندرون وجود حک کنیم که و تبدیل به عادت بکنیم که ما را به منش برسانه، ما را به کرکتر برسانه، مانند استقامت، صبر، مسئولیت پذیری، شرافت، شجاعت و غیره. و بود شخصیتی را هم بحث کردیم. دوستا گفتیم بود شخصیتی بود ظاهریه در واقع که یک سری ماسک ها یا نقاب هایی که به صورت زده میشه تا اینکه بعض رفتارهای اجتماعی، شیوه کلام و غیره در نگاه دیگران مقبول و قابل قبول بیایه، که اینا گفتین ما را در سطح نگه میداره و وقتی که این شخصیت از منش یا من توهی بود در واقع ما را پوچ و کم عمق نشان میده. در ادامه بس آقای استیون کاوی به تغییرات اشاره میکنه که وقتی ما میخوایم به کرکتر بسازیم و او عادات در واقع در خود نهادینه کنیم چه قسمی تغییرات وجود بیاره. نظر آقای استیون کاوی اینه دوستا که تغییرات از درون به بیرون اتفاق میفته، نه از بیرون به درون. یعنی شما باید تغییرات در سطح منش به وجود بیارین تا ای که به صورت نمود در سطح شخصیت شما ظاهر بشن. و رشد همیشه دوستا تدریجیه، رشد دفعی و آنی اتفاق نمیفته. اگه آنی اتفاق افته رشد نیه، او تغییر سطحیه و رشد تدریجیه، چون از اصل طبیعت پیدا میکنه دوستا. اصلی که بر طبیعت حاکمه که اصل کاشت و برداشت یا اصل کاشتن و درو کردن. در اصل کاشت و برداشت طبیعت شما میفهمید که شما یک تخم که امروز بکارین دیگه انتظار ندارین که فردا حاصل از رو به دست بیارین، بلکه باید زمین شخم بزنین، از علف عرض رو در واقع پاک کنین و آبیاری کنین، کل مراقبت و محافظت و کل صبر و شکیبایی تا ای که حاصل و برداشت از رو به دست بیارین. یا به تعبیر اوشنگ ابتاج، رسیدن هنر گام زمان است. برای اینکه شما به رشد فردی برسین، به موفقیت و موثریت برسین، زمان میبره دوستا و گام به گام تدریجی استپ به استپ باید پیش برین تا اینکه عمیق و در واقع به صورت دقیقی و چکار کنه شما به رشد فردی برسین و تغییر در خود ایجاد کنه. خیلی خوبه که چند بیتی از مثنوی مولانا هم در این زمینه خود شما بخوانین تا اینکه مورد تایید باشه بر گفته های آقای کاوی و بحث درست. مولانا میگه دیگ را تدریج و استادانه جوش، کار ناید قلیه دیوانه جوش. دیگر میگه به تدریج و ماهرانه باید جوش بدی، نه قلیه دیوانه جوش. اگه قلیه دیوانه جوش بود او دیگ در واقع پخته نمیشه، بلکه چیه دوستا؟ بلکه خامه. شما در نظر بگیرین که دیگ بخاره و شما میخواین گوش بپزین و 40 دقیقه باید رو بخار بدین، شما میگیرین پیچ و جاگاز رو بلند میکنین میگین که به 10 دقیقه جوش بیاد در واقع پخته بشه. اما یعنی قلیه دیوانه جوش میکنین منتها دیگ متاسفانه پخته نمیشه، بلکه میسوزه و خام به دست میاد. چرا؟ چون شما اصل تدریج مراعات نکردید. مثلا جالبی میاره، میگه حق نقادر بود بر خلق فلک، در یک لحظه بکن به هیچ شک. آیا خداوند قادر نبود که جهان و کائنات در یک لحظه به امر کن بیافرینه؟ بدون شک قادر بود. پس چرا 6 روز آن را در کشید؟ کل یومین 1000 عام ای مستفید. پس چرا 6 روز طول کشید بر خلقت کائنات که هر روز هم معادل به 1000 سال است؟ علت و حکمت چیست؟ یا خلقت طفل از چی اندر 9 ماه هست؟ چرا طفل 9 ماه در واقع طی مراحل میشه و پروسس میشه تا زاده میشه، از مرحله جنین میره به علقه و از علقه به مضغه و بعد به خلقه و اینا؟ چرا؟ خب چرا فرض بگیرین جنین که شد چرا فردای زاده نمیشه؟ نه، زان که تدریج از شعاریان شه است، به خاطر از اینکه در واقع اصل نظام هستی که خداوند خلق کرده بوده بر اساس چیه دوستا؟ بر اساس تدریجه. هر تغییری که در طبیعت میآید، تخم تبدیل به درخت میشه، هر تغییری که در شخصیت میآید این باید از اصلشی از اصل تدریج دوستا پیروی کنه. پس ما خواسته باشین که منش یا کرکتر خدا بسازین، باید تغییرات را از درون به بیرون باید ایجاد کنین و باید متوجه باشین که رشد همیشه به صورت تدریجی اتفاق میفته. از این تاکتیکای
در واقع آنی دوری کنین، اینا یا شیادی است دوستا یا ابلهی است دیگه، غیر از این دو خارج نیه دیگه. نمیفهمم مدیریت یک دقیقه‌ای مشم فلان مهارت رو در ظرف 1 ماه فرا گیرید، نمیفهمم فلان لسان رو به 2 ماه فرا گیرید. چنین چیزایی ممکن نیست دوستا، امکان نداره. میخواین که رشد کنین، میخواین که واقعا به صورت عمقی مفاهیم رو درک کنین، فرا بگیرین، تدریجی است. بحث دیگه که مطرح میکنه آقای استیون کاوی مسئله پارادایم شفت است یا تغییر نگرش دوستا. تغییر نگرش به گونه‌ایه که انسان‌ها در واقع هر کس یک برداشت داره دوستا. هر فرد دنیای خود داره، هر فرد از یک فامیل خاصی میونه، در یک محیط خاصی کلان شده و بزرگ شده، با یک احساسات و عواطف و افکار خاصی رشد کرده و اونا همه در واقع یک لنز میشن یا یک عینک میشن که پیش چشم از او قرار میگیرن و او دنیا رو دقیقاً از اون لنز و از اون عینک میبینه. آقای کاوی میگه we see the world not as it is but as we are. ما دنیا رو آنگونه که هست نمیبینیم بلکه آنگونه که هستیم میبینیم. یک مثال جالبی میاره، میگه روزی داخل قطار آقای کاوی با هم قطار خوششتین که پسر بچه سر و صدا میکنن و در واقع جیغ و داد دارن و پدر نامراحت یک گوشه نشسته. خب آقای کاوی میگه اعصابم خراب شد، هرچی منتظرم که پدر از یک سلامت نشان بده نمیده، رفتم پیش پدر ازی و گلایه گونه برای گفتم که مگه تو نمیبینی که در واقع پسر بچه تو چقدر سر و صدا را انداختن، ما همینجوری آرامش شما را سلب کردن و غیره. میگه پدر ازی سر خود بالا کرد و در واقع یک جمله گفت که آقای کاوی را گویا از درون متحول ساخت. گفت که این اولادایی که تو اینجا میبینی مادر از اینا چند ساعت پیش در شفاخانه فوت کرده و ما در واقع درگیر کارایم و اینا هم خب در واقع به کنترل خود نیان که شیر عکس العمل نشان میدن. و اینجا در واقع به آقای استیون کاوی یک پارادایم شفت ایجاد میشه، یک تغییر نگرش ایجاد میشه که من چرا از این لنز نگاه کردم و چرا نمادم از لنز و عینک که این پدر بچه ها داره میبینه ندید و میاره. و اینجایی که تفاوت‌های نگریشی دوستا، تفاوت‌های نگریشی ما بفهمیم که هر کسی یک عینکی داره. این تفاوت‌های نگریشی در واقع احساسات و درک ما را تغییر میده و همین باعث چی میشه دوستا؟ باعث پارادایم شفت میشه. مولانا هم خیلی مقبول میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. تو عینک پیش چشم تو بود، عینک دودی زده بودی که تو دنیا دودی میدیدی ولی این دنیا دودی نبود. هر کسی گفتن دیگه بیشتر که همو تربیه خانوادگی، احساسات، عواطف و محیط کاری، ارتباطات تعامل با دیگران، اینا به مرور زمان یک عینک، یک لنز دبل پیش چشم ما قرار میده که ما دنیا رو همون شکل میبینیم، برداشت ما همونه. یا جای دیگه مولانا میگه آن یکی ماهی هم میبیند عیان و آن یکی تاریک میبیند جهان و آن یکی 3 ماه میبیند عیان، این 3 بنشسته یک موضع نعم، آن یکی 3 ماه میبیند به هم، این 3 کس بنشسته یک موضع نعم. میگه 3 نفر به یک جا ششته طرف آسمان نگاه میکنه، یکی 1 ماه میبینه، یکی اصلا آسمان تاریک میبینه، ماهی نمیبینه، یکی 3 ماه میبینه با آسمان. به یک جا نشسته به یک نقطه نگاه میکنن اما برداشت‌های متفاوت. یک آزمایش جالب انجام میده استیون کاوی، میگه 2 گروه را جدا کرده بود و به هر گروه یک عکس داده بود. به یک گروه یک عکس جوان داده، یک شخص جوانی، خانم جوانی، به یک گروه یک پیرزن. در واقع هر گروه در واقع خواستمش از اونها که 20 ثانیه به عکس خیره کنن، خیرشون رو نگاه کنن. بعد 20 ثانیه اینا رو جمع میکنن و یک عکس دوگانه نشان میده. عکس دوگانه به گونه‌ای که دیده باشین دیگه فضای مجازی عکسای میارن، طور مثال میگن چشم آخر طور مثال کمی خیره کن یا مردم اکل کمی خورد کن تو گونه دیگری بینی. اکثر از این عکسای دوگانه نشان میده که در یک عکس دوگانه هم در واقع همون تصویر پیرزن و هم خانم جوانه. اونهایی که 20 ثانیه در واقع پیرزن نگاه کرده بودن دقیقاً به یک عکس همون پیرزن رو میبینن، اونهایی که جوان نگاه کرده بودن به یک عکس دقیقاً جوان میبینن. و استیون کاوی نتیجه‌ای که میگیره جالبه، میگه که 20 ثانیه توانسته که نگرش افراد در تغییر بده. 20 سال که شما خیره شدین به در واقع
به یک فکر خیره شدین، به یک رفتار تکرار کردین، با افکار در واقع با افراد خاص برخورد کردین، تعامل داشتین، این 20 سال در شما چی تغییری ایجاد کرده باشه و در واقع چی لنز دبل پیش چشم شما قرار داده باشه. بنابراین نگاه ما و برداشت ما خیلی مهمه دوستا از انسان ها، چون برداشت ما از انسان ها تعیین کننده رفتار ما با انسان ها. این نکته خیلی مهمه. شما فرض بگیرین که شما داخل جاده میرین و یکی میره از کنار شما سبقت میگیره، تستیر میشه موتر و اینجا در واقع شما چی برداشت از این انسان میکنه؟ اگر برداشت کردین که انسان ناشی و یاقیه، خود رفتار شما با انسان دقیقا همون گونه میشه، همون بد میشه، یعنی شما از این متنفر میشین و همون لحظه در واقع احساسات و عواطف و هیجانات منفی بر شما غلبه میکنه. و اگر شما بزی برداشت شما از این انسانی بود که شاید به هر حال مشکلی داشت که از کنار بی صورت تیر شد، مریضی داشت و غیره، دقیقاً رفتار شما تغییر میکنه و فکر شما تغییر میکنه و چیکار میشه؟ شما در لحظه شاید احساس دلسوزی نسبت به او داشته باشین و کلی افکار مثبت بر شما در واقع سرازیر میشه. در حوزه علمی هم زیاد پارادایم شیفت اتفاق افتاده است. مثلا شما ستاره شناسی بطلیموسی رو در نظر بگیرید که او زمان فکر میکردن که زمین در واقع مرکز کل کهکشان رایشیریه، مرکز کائنات است و کل سیارات ستاره به دور زمین میچرخند. اما بعد از اینکه گالیله و کپلر و کوپرنیک میآیند و اینا در واقع میبینید که پارادایم شیفت ایجاد میکنن و نظری که اینا میدن میگن نه زمین نیه، بلکه او آفتابه که در مرکز کهکشان قرار داره و کل سیارات به شمول زمین به دور ازش کار میکنن، دوستا بر مدار از میچرخن. زیاد دیگه چی پارادایم شیفت. مثلا نیوتن راجع به قوه جاذبه نظر خاصی داشت، اما انیشتین وقتی میاد نسبیت عام مطرح میکنه کلی میبینین دیگرگون میکنه، نظر نیوتن رو پارادایم شیفت ایجاد میکنه و نگرش کاملا متفاوت ارائه میده. پس این مسئله برداشت دوستا، نوع نگرش، ادراک ما نسبت به دیگران خیلی مهمه. در مسیر رشد فردی ما خیلی پارادایم شیفت نیاز داریم دوستا. مسئله دیگری که مطرح میشه اینه که در قسمت عادت است. که ما وقتی میگن 7 عادت مردمان موثر، دقیقاً منظورم از عادت چی هست؟ چی قسم عادات ایجاد میشن؟ آیا عادت خوبن یا بد؟ ما چه قسم عادت خوب رو ایجاد میکنین، چه قسم عادت بد رو حذف میکنین؟ آقای کاوی به این نظر که عادت در واقع همون رفتار یا نگرشی که ما به طور ناخودآگاه انجام میدیم و را تکرار میکنیم که همین عادت در واقع چیکار میشه دوستا؟ همین عادت تبدیل میشه به منش ما و در واقع شخصیت ما چیکار میکنه؟ میسازه. عادت کردن دوستا بد نیه. عادت کردن یک موهبت الهیه، یعنی یک تحفه در واقع طرف خداوند. به خاطر از اینکه فرض بگیرین شما بر رانندگی عادت نداشتین و چقدر انرژی صرف میکردین شما، اما حالا میبینین که وقتی عادت کردین شما وقتی رانندگی میکنین شاید چای هم بخورین، نمیفهم به یک موسیقی هم گوش بدین، وقتی رانندگی میکنین با یک دیگه صحبت هم بکنین، اصلا توجهی نمیکنین، فقط نگاه میکنین جلو رو. خیلی همسطی به صورت تکرار گویا که بارهای عمل رو انجام دادین، شما با این مسیر رو طی کردین. بنان اگر عادت نمی بود در هر کاری که تکرار در نوشتن فرض بگیرید شما می نویسین راحت نوشته میکنین، حروف گویا خودنا میآیند زیر در واقع نوک قلم، شما فقط کافیه که فکر کنین و اگر عادت نمیشه چقدر انرژی صرف از این کارهای تکراری میشه دوستا. اما این عادات آفات هم دارن دوستا که باید از اینا هم ما آگاهی داشته باشین. اولین آفت عادت دوستا از آگاهی تویی کردن. ما از آگاهی چه کار میکنه؟ توهی میکنه. چون که وقتی ما به یک امر عادت کردن دیگه راجع به اون فکر نمیکنیم. اما بعضی کارها هست که تبدیل به عادت میشه، منتها نیاز به فکر کردن هنوز داره. باید متوجه باشین تبدیل به آفت نشه، تبدیل به یک زندان نشه عادت ما. دیگه عادت باعث انکار امور فراتر از عادت میشه، چون که شما عادت کردن تکرار میکنین یک کار بالاتر از او در واقع نگاه نمیکنین، فکر نمیکنین که این هم میتونه یک آفت باشه و تبدیل به زندان کنه. و همچنین اگر عادت پویایی زندگی را از ما بگیره مردود دوستا، یعنی عادت درست تکرار بشه ولی تکرار نباید شور و شوق ما در زندگی از بین ببره.